با سلام، جلسه 13 آموزش زبان و خط فارسی در خدمت شما هستم. همونطور که به خاطر دارید در جلسه گذشته ما یک دیکته داشتیم. در این جلسه کلمات صحیح اون دیکته رو روی تخته براتون می نویسم. کلمه اول گفت. گفت. کلمه بعدی گربه. گربه. کلمه بعدی سگ. سگ. کلمه بعدی خاک. خاک. کلمه بعد کارخانه. کارخانه. این رو به این صورت هم میتونم بنویسم. کارخانه. کلمه بعدی گلخانه. گلخانه. باز این رو هم به این صورت میتونم بنویسم. گلخانه. کلمه بعدی خوب. خوب. کلمه بعد گرفتن. گرفتن. ببینید این به این شکل گرفتن، اما هیچ وقت از این علائم زبرزنجیری استفاده نمی کنیم در نوشتار. و کلمه آخر تلخ. تلخ. حالا بخونیم. گفت، گربه، سگ، میتونه این نباشه اینجا، خاک، کارخانه، گلخانه، خوب، گرفتن، تلخ. تا جلسه بعد، خداحافظتون.